منیژه 36 ساله 5 سال پیش شوهرش را از دست داد. او خود مسئولیت تامین مخارج خانواده را بر عهده گرفت و به کشاورزی پرداخت. شوهر منیژه در یک از ادارات دولتی صفاکار بود و در اثر مریضی درگذشت. او سواد ندارد اما نمیخواهد که فرزندانش بی سواد بمانند. منیژه میکوشد با درآمدی که با کار بر سر زمین به دست میآورد مخارج آموزش فرزندانش را فراهم کند. یکی صنف اول، یکی صنف چهارم، یکی میتونی فعلا دولت خیلی همکاری کنه، بیشتر میتونه که ما اینا رو تحصیل بدی و بچه‌ها خرید کنه. خود ما بی سوادی و خیلی مشکلات آمد، اما نمیخوای فرزندان مثل خود بی سواد بمونه. منیژه سالانه بیشتر از 60,000 افغانی به دست می آورد ولی میگوید این ناکافی است. داده حال زرد شده گندم می ای پیدا کرد رئیس زراعت به ما هیچ کمک نکرده، هیچ حاصل به ما نگیر. هرچی هم که ما زحمت بکشی بازم بی حاصله، بازم بی نتیجه ما زحمت میکش. ما مردم افغانستان خواهش ما اینه که از دولت که به زنای بیوه زن، به زنای غریب دست خیما در دقیق خیما یک کمک بکنه. دو فرزند منیژه هم درس میخوانند و هم با مادر خود در کار دیقانی کمک میکنند. من نمیتونم طفل آخر مثل پیردارا زندگی کنه، مثل که اونایی که پدر داشته باشه. من نمیتونم، بازم به تا توانایی می باشه طفل آخر نمزغاره که از تحصیل عقب بمانه. اداره امور زنان میگوید در فرا نزدیک به 200 زن تاجر و دیقان هستند. پارسال اداره زراعت به بیشتر از 100 زن تجهیزات زراعتی کمک کرده است.